بعضی روایت ها می آید که وقتی نزد پروردگارش رفت محمد، الله گفت وقتی که دوست پیش دوست می آید یک هدیه می آرد. ای محمد تو نزد پروردگارت آمدی، چه هدیه آوردی؟ چه هدیه داری؟ حبیب خدا میگه گریان شدن و گفتن یگانه هدیه‌ای که پروردگار من پیش تو آوردم این گناه امت هست، این گناه امتانم هست که آوردم. پروردگارا گناههای امتان مرا بخشیده کن. این یگانه پیشنهادی که من در ذات تو دارم. همان امتی که امروز زنش سرالوش کرده است و مردش توی به توی رقص کرده گشته ایستاده است، انا همین امت پیغمبری خدا میگوید وقتی الله از من پرسان کرد که چه هدیه آوردی، گفتم گناه امت آوردم. خدای همین را با فضل خودت مغفرت کن. این بزرگی از ماه رجب انا همین است که معراج در همین شب صورت گرفت. اگر در شب 27